اندازه آلت اولا که بگم هیچ ربطی به لذت جنسی نداره. خب یعنی اینکه نمیدونم اگه مثلا آلت یه آقایی 20 سانت باشه خیلی مثلا لذت بخشه، یا نمیدونم 10 سانت هم باشه نه لذت بخش، نه اصلا اندازه سایز آلت هیچ اثری نداره. چرا نداره؟ وقتی که آلت تناسلی، ببخشید من همش مجبورم از دست استفاده چون اینجا وسیله‌ای نداره. وقتی آلت تناسلی وارد واژن میشه، همین ابتدای واژن انقباض صورت میگیره و باعث ارگاسم و لذت جنسی و فلان، یعنی هر چی هست آقا مال همین اوایل واژن. پس اصلا مهم نیست که این چه اندازه‌ای داشته باشه. خب اصلا شما فکر کن آلت 30 سانت میخوای چیکار کنی اصلا وقتی حد اکثر اون 13 سانته میخوای چیکار؟ پس این که اگه بزرگ باشه لذت بخش ما اینجوری، اینا همه باورای مزخرف